عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه تدچین مرغ خوشمزه درست کنیم. موادی که لازم داریم برای درست کردن تدچین مرغ، من اینجا مرغ دارم که از قبل با آب پزش کردم با یه دونه پیاز، چوب دارچین و برگ بو که اون بوی بد مرغ رو بگیره و یه تفتم دادم بهش که حالت سرخ کردگی داشته باشه. زرش دارم اینجا واسه تزیین روش، کره آب شده، ماست 7 من اینجا استفاده کردم، ماست شیرین باشه، غلیظ باشه، پرچرب و نصف لیوان روغن مایه، به مقدار لازم زعفرون دم کرده غلیظ لازم داریم، یه دونه تخم مرغ و من اینجا 2 پیمونه برنج آبکش دارم اینجا که از قبل آبکشش کردم که زمان کمتری فیلممون ببره که زودتر تمام بشه و بتونم خلاصه و مفید بهتون توضیح بدم. فقط حواستون باشه برای برنجی که آبکش میکنیم برنج رو زنده برداری، از حد معمول نذاری نرم بشه. چرا؟ چون که توی تدچینتون باعث میشه که حالت شفته پیدا کنه و نمک و فلفل لازم داریم. بریم حالا با هم دیگه این تدچین رو آماده کنیم. اولین کاری که میکنیم برای درست کردن یه تدچین چیکار میکنیم؟ من این موادی که بهتون گفتم برای 2 نفر، شما حالا میتونی موادش رو کم و زیاد کنیم. اول از همه یه دونه تخم مرغ رو میشکنیم با یه مقدار فلفل سیاه، حالا اندازش من اینطوری میریزم، شما و به مقدار لازمم نمک بهش اضافه میکنم. حالا اینجا اون تخم مرغ و نمک و فلفل رو حسابی هم میزنیم تا همه موادمون یه دست بشه که این تخم مرغ کف کنه. شما میتونید توی این تدچینتون از زرشک هم لابلای مرغ که میریزین وسط مرغ تدچینتون از زرشک هم استفاده کنید که من استفاده نمی کنم، فقط زرشک رو واسه تزیین روش استفاده میکنم. خب ما اینجا تخم مرغ رو کاملا هم زدیم. حالا اینجا من 3 تا قاشق ماست دارم، 3 تا قاشق هم بهش ماست اضافه میکنم. دوباره یه همش میزنم تا همه موادمون یه دست بشه. برای اینکه تدچینتون بوی ذوب تخم مرغ رو نگیره، شما اگه از زعفرون غلیظ استفاده کنید داخلش، اصلا دیگه نیازی نیست گلاب یا هل بخواید اضافه کنید که اون بوی تخم مرغ رو از بین ببره. این زعفرون خیلی مهمه. حالا من اینجا زعفرون دارم، زعفرون بهش اضافه میکنم. حسابی هم میزنیم همه موادمون رو تا یه دست شه. حالا وقتی که اینا رو هم زدیم، من اینجا برنج دارم، همونطور که بهتون گفتم من برنج رو آبکش کردم با نمک و روغن و یه مقدار زنده تر ورش میدارم، اضافه میکنم به مواد تدچینمون. خب حالا من اینجا یه مقدار روغن مایه داشتم بهش اضافه موادمون رو هم میزنم. بعد زیادم هم نزنین که این مواد حالت شفته پیدا کنه. من با قاشق هم بزنم بهتره. به این صورت. همین موادمون رو هم میزنیم به این صورت تا موادمون با برنج و اینا یه دست شد.
این هم از مواد تجین ما، همونطور که داریم میبینیم. حالا چیکار میکنیم؟ آخرین مرحله یه قابلمه نسوزا. خب حالا من ته ظرفمو یه مقدار کره آب شده میریزم که هم خیلی خوشمزهش میکنه هم خوش عطرش میکنه. واسه خوش رنگ تر شدنش هم ته زعفرون میریزم به این صورت. خب حالا من اینجا برنجمو دارم اضافه میکنم. خب برنج رو با ته قاشقتون کاملا فشرده کنید به این صورت که داریم میبینید. میبینیم بچه ها چقدر خوش رنگ شده. خب حالا من اینجا از مرغی که داشتم و از قبل که بهتون گفتم آب پزش کردم، فقط مرغی که میریزین داخلش حواستون باشه به این گوشای قابلمه نچسبه که میسوزه، ظاهر بدی پیدا میکنه. مرغ رو همین وسط قابلمه بریزین کافیه به این صورت. گفتم دیگه شما میتونین وسطش هم لابلای برنجتون زرشک هم استفاده کنید که من نمیریزم، همین مرغ کافیه به این صورت. حالا بقیه برنجمون هم که مونده اضافه میکنیم به قابلمه به این صورت. اینم همینطور با ته قاشقتون کاملا فشرده میکنید. ترچین مرغ یه غذای مجلسی واقعا خوشمزه است. اکثرا همین غذا رو دوست دارن. می‌بینی حالا مرغم هم که اینجا مونده اضافه هاشو به همین صورت لابلا به همین شکل ادامه میدیم تا زمانی که همه موادمون تموم بشه. خب من اینجا یه مقدارم برنجم مونده اضافه میکنم بهش. من که خودم این غذا رو به شخص خیلی دوست دارم. اکثرا مهمون میاد برام این غذا رو سعی میکنم اگه وقت داشته باشم درست کنم. بچه الان ساعت 11 شبه من دارم این فیلم رو براتون میگیرم. من چون خودم شاغل هستم من اکثر فیلمامو که براتون میگیرم شبا میگیرم ساعت 11 12 شب. من معمولا فیلمامو ساعت 11 12 شب میگیرم. حالا اگه یه خورده حرف زدنم خوب نیست شما بذارین به حساب خستگی خیلی زیادم. امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد. تا آخرین فیلم همراه من باشین. خیلی خوشحال میشم. خب بچه‌های گلم اینو که قاشقمون این بغلای برنجمون رو کاملا فشرده میکنیم به این صورت. یه خورده دیگه فشار میدم کاملا همین موادم فشرده بشه به این صورت. حالا این مواد آماده است. میذاریم با حرارت پایین با شعله پخش کن 40 دقیقه 1 ساعت زمان میدیم تا کاملا بپزه. فقط حواستون باشه از کجا میفهمیم تجهیزمون آماده است؟ این بغلای ظرفمون حالت برشته پیدا میکنه دیگه اون موقع دیگه آماده است دیگه. کامل برش میگردونیم تو ظرف مورد نظر. حالا این شعله پخش کن من میذارمش یه خورده حرارتش رو اولش زیاد میکنم که بخار داخل برنجمون جمع بشه. وقتی که بخار کرد زیرش رو کم میکنم 40 دقیقه تا 1 ساعت زمان میدم تا این تجهیز ما آماده بشه. خب عزیزای دلم اینم از تجهیز ما که آماده شده. حالا میریم که با هم دیگه بکشیمش. واسه کشیدن این تجهیزم توی ظرفمون به این صورت میذارم خیلی آروم برش میگردونیم.
به این صورت. خب این از تجین ما. حالا من اینجا یه مقدار زرش دارم، روشو با زرش میخوام تزیین کنم. شما میتونید برای روشم از خلال بادوم یا از خلال پستم استفاده کنی، خیلی خوب میشه که من نداشتم اینجا متاسفانه. با همین زرش تزیین میکنم روشو. زرش کم که از قبل یه ذره من گذاشتم خیس خورد، بعد با یه ذره کره تفتش میدم، یه مقدارم شکر بهش اضافه میکنم که این ترشی زرشکمون یه مقدار گرفته بشه. دوستای عزیزم، اینم از ترشی مرغ خوشمزه امروز ما. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که از من حمایت کنین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.